بله حتما. سعی میکنم که دوباره بررسی. نقاشی من خوشگله. نگاه کن بابا، من گل پروانه کشیدم. کنم ستون اول؟ اول منو نگاه کن. اصلا خوشگله. اول من. متوجه نشدم. یه بار دیگه تکرار میکنید؟ چند لحظه ببخشید. بچه‌ها من الان دارم با رئیسم راجع به یه موضوع مهم صحبت میکنم و نمیتونم با شما حرف بزنم. ازتون خواهش میکنم برید پیش مامان. برید. مجدد پوزش میخوام. فرمودید تا کی فرصت داریم؟ آماده شد باهاتون تماس میگیرم. مامانی نقاشی من خوشگله. نگاه کن مامانی، من گل پروانه کشیدم. وای خدای من. مال من خوشگل تره. نه مال من بهتره. بابایی کارتون خیلی خطرناکه. از آشپزخونه بریم بیرون. تو ناراحت نیستی که مامان با همون دعوا کرد؟ چرا؟ به نظرت با کار بدی انجام دادی؟ فکر کنم آره. مامان خیلی ناراحت شد. مامان میگفت کارمون خیلی خطرناک بوده. سلام بچه ها. راستی نقاشی هایی که کشیدید کجاست؟ میتونید حالا نشونم بدید؟ من یه اسب کشیدم. منم گل پروانه کشیدم. چقدر نقاشیاتون قشنگه. آفرین بابایی، خیلی خوبه باباو. چرا اینقدر ناراحتید؟ مامان از دست ما ناراحت. چرا؟ ما رفتیم نقاشی رو نشون مامانی بدیم، اما اون از دست ما ناراحت شد. مادرتون چی کار میکرد؟ داشت غذا درست میکرد. یادمه شما وقتی میخواستید نقاشیتون رو به من نشون بدید من با تلفن صحبت میکردم و شما به این که من با کس دیگه ای صحبت میکردم توجه نکردید. حدس میزنم دلیل ناراحتی مادرتونم شبیه به این باشه. مامانی گفت که قابلمه غذا دست اما ممکنه غذا بریزه رو تو. پس کارتون خیلی خطرناک بوده. الان باید چی کار کنیم که مامان دیگه ناراحت نباشه؟ من یه سری کلمات جادویی بلدم که میتونه بهتون کمک کنه. چی کلماتی؟ وقتی کسی رو ناراحت میکنید میتونید با گفتن ببخشید از دلش در بیارید. واقعا؟ شک نکنید، امتحان کنید، حتما جواب میده. کجایی؟ هر چیز صدا میکنم کسی جواب نمیده. شام آماده است. مامانی ما رو ببخشید. اشکالی نداره دخترم. فقط یادتون باشه وقتی میخواین با کسی حرف بزنین ببینین اونم میتونه به حرفتون گوش بده یا نه. بدش به من. نه نمیدم، مال خودمه. چرا نمیدیش؟ من لازمش دارم. چون من خودم لازمش دارم. بازی بچه برای رشدش خیلی خوبه. مامانی سلام دختر خانوم خوبا با ادب. سلام، خیلی عذر میخوام، فراموش کردم سلام کنم. چه مؤدب و خانوم هستی شما. آدم از صحبت کردن با شما لذت میبره. ممنونم. حالا مشکلت چیه دخترم؟ برفی پیکساشو به من نمیده. حتما خودش نیاز داشته دخترم. بهتره برای گرفتن بیلچه از کلمه جادویی استفاده کنی، اون وقت حتما بهت میده. من فقط ببخشید و بلدم.
لطفاً رو یاد میدم. برو بهش بگو بیلچتو به من میدی لطفاً. باشه فعلا خدا نگهدار. خدا نگهدار. میشه نه خواهش میکنم لطفا بیلچتو به من میدی؟ خواهش میکنم بفرمایین، قابل شما رو نداره. ممنونم. چیزی شده؟ بیلچتو میخوای؟ نه، تو هم کلمات جادویی رو میشناسی؟ بله تازه یاد گرفتم. میشه ازت یه خواهش بکنم؟ بفرمایید. من بازی کلمات جادویی رو خیلی دوست دارم. میشه به جای شن بازی کمی با کلمات جادویی بازی کنیم؟ مثل خاله بازی و شما از کلمات قشنگتر استفاده میکنیم. چه جالب. من 2 تا از کلمات جادویی رو بلدم. معذرت میخوام و لطفاً. من خودم خیلی بلدم، میتونم بهت یاد بدم. مثلا چیا بلدی؟ لطف کردین، بفرمایین، متشکرم. یا به جای آهان میتونیم بگیم چه جالب، یا به جای هان بگیم بله. دیگه آها به نمیگیم خیر. ولی خودت الان گفتی آهان. واقعا؟ بله.